хай намозу мехона буд мекунад. Як нафарак ҳамҷагда мебуроя берун, ана абурус мебинаш, мега меҳмон метови, мега о меҳмони ҳамҷада. Мега хай намерим ҷои мо мақсад. Хай меравам ҷои. Нафар хай мерава ки медуроя дар ҳамон хона. بسیار شرایط خوشو همین دسترخوان کاری وری همه چیز تیار آماده کردگی آسان کردی. ابو رؤوس میگیرم میارمش، همون ابو رؤوس میگیرم، همون مهمانم میارم. این مهمان یک آدمی هم تایی بای پولدار بوده است، مرده بوده. ابو رؤوس خونش میارم. میارم مهمان خیلی نمیشناسه این مهمان کیه مقصد چیه. وقتی ابو مهمان میدرویا خانه ابو روز دا دسترخوان پرتافتگی میگه اگون مهمان داشتی؟ میگه نه اگون مهمان نداشتم. دسترخوان پرتافتگی نه اینجا دایم که دسترخوان ما دایم که شده همین مهمان های میامگی میخوان میرون. بعد میگه اگه بخشیش خودت چی کاره ای؟ ابو روز ها میپرسه. میگه برادر عزیز بیایی مسئله را مانیم اگون پیولا چای بگیر اگون سر بگیرین خیلی بگیر که خیلی آدمی پولدار و مالدار همین دسترخوان که میبینن خیلی چیه بگم ما باید قطعی شناسشم کی باشد انشاءالله جای خوب یفتم. بعد با میپرسم میگه خیلی که مهمانی برادر عزیز خاطری سخنت ما یگان جا کار نمیکنم، ما یک آدمی بیکارم، لیکن همین یک مسئله قطعی دویم سر کار دارم. همین کجایی ده که یک پولدار میبره زنش میگیرم. کار ما بتاست همیه. همین کجایی ده یک پولدار مو حرکت میکنه که زنی امرا من بگیرم. این هم تری میخرم میکرد. طرفی همون میگد این خودش همین خیلی آدمی پولدار و مالدار و بسیار مقصد چیزه. بعد نام دا این آدم هم ادرسش هم میدونیسته، این داشت هست همین ادرس داشته است. نامی را میدونیسته است، نامش را میگیره و میگه در همون یک منطقه کل یک نفر هست. در نوبت در هست هم خیلی و اگر الله نصیب کنه و ای دنیا بگذاره مقصد لنگر همجا میپرتوید. این میشنوه و یگان گپک نمیگه و نان آوا خیلی خور بخور دیگه خدا دانا آیا بلند میشه و خونش میره. بازو این همه وقت گوشت نمیخریده میگه، حتی شکمبه میخریده، شکمبه و پاچک نمی سوب نبار و همین چیزای مقصد ارزان میره و دو سیقه همین خریده میکند که میبره خونش زنش ببینه حیران میشه. میگه ای مرده این چی کاره؟ چی اگون خواه دیدی؟ ای چیلیه؟ میگه زنک من ای گپوتا در خونه در بیداریم دیدم. در بیداریم دیدم اینجا مقصد اینجا اینا بس مقصد چیزی هست بیا بکنید که کاری بیزیب شده. لیکن هم خیلی قصه ها را در کتاب ها میورن که تا که همین آدم ها بیدار شوند که شیخ سعدی یک گپ دارد میگه کسی جمع کرد و گوشه بینهاد خودش مرد و زنش با دیگری داد. کسی جمع کرد میگه خیلی یک روز نیاز دنیا میگذاری کو اگه خیلی خواهی نخواهی بای زنک شو کردنش در کنه شوکی کرد این زنک چیه میسالاخی در حال امود 4 تنگه که داشتگی شوهرش حتما قطعه مرده خورده میگرده دیگه. او بیچاره در حساب این ماندگی در تنکش بیچاره حتی که جنونی یک شعر داره که نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. یه مردک میگه تو 90 سال در دنیا زندگی کنه نمیتونی. پیامبر گفته است که عمر امتی من بین 60 تا 70 است. تو تا 90 نمیری. نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. نه نوشی جان کنی نه پوشیشی تن گذاری مال را بر شوهر زن با شوی زن بماند مخزنی تو با جان خود عجایب دشمنی تو. مردن میگه آخی تو چون نه در تنر میپوشی نه در شکم